ارزش کل این نمایشگاه بیشتر از ارزش سایپا و ایران خودرو هستش. همین لامبورگینی ورونو به تنهایی 1000 میلیارد تومان 12.5 میلیون دلار ارزش هستش. بریم ببینیم دیگه چیا دارن. یه دونه لامبورگینی سیان زرد رنگ داره داخل نمایشگاه که 300 میلیارد تومان بیشتر ارزش هستش. اینم یه دونه پیوان جی تی آر که 300 میلیارد تومان. دوستان 6 تا بوگاتی فقط داخل نمایشگاه هست، از مدل شیرون تا مدل دیوو که حدوداً 3000 میلیارد تومان ارزش این 6 7 دستگاه بوگاتی هستش. مخ آدم سود میکشه. بریم ببینید دیگه چه ماشینایی داره داخل این نمایشگاه. یه دونه مکلارن اسپید تیل داره که 300 میلیارد تومان حدوداً ارزشش هستش. کلی فراری اینجا هستش، از مدل‌های قدیمی تا انزو. اونجا 3 تا لا فراری که حدوداً 2000 میلیارد تومان ارزش اون فراریا بود. اینجا 5 تا پورشه 918 که 840 میلیارد تومان 10 میلیون دلار حدوداً ارزشش هستش. این ویترین 650 میلیارد تومان که نزدیک به 8 میلیون دلار هستش. و کلی مدل لامبورگینی اینجا داره، از اوروس تا هوراکان و اونتادور و مورسیلگو که حدوداً 1500 میلیارد تومان ارزش این ویترین هستش. اینجا مدل‌های جدید فراری هستش که 14 میلیون دلار حدوداً ارزش گذاری میشه. تازه روز رویزا رو جا انداختیم. 3 تا دونه فورد جی تی هم اونور بودش که داخل ویدیو افتاد یه گوشه. و این بر بوگاتی دیوو رو داریم که همین یه دونه 920 میلیارد تومان ارزشش هستش. این یه دونه بوگاتی شیرون سوپر اسپورت 6 میلیون دلار. به نظر شما کلا جمع این اعداد چقدر شد و چقدر میارزه؟ نظرتون؟